مولانا با زبان‌های عربی، ترکی و یونانی نیز حرف می‌زد. با وجود این فارسیگویی را اولتر می‌دانسته است. فارسیگو اگرچه تازه خوشتر است، عشق را خودصد زبانی دیگر است. بوی آن دلبر که پران می‌شود، آن زبان‌ها جمله حیران می‌شود. از این می‌باید که زبان مادریش را احترامی به اندازه داشته است. با وجود این شخص انسان پرور مسئله همدلی را از همه بالا می‌داند. همزبانی خویشی و پیوندی است. مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندی و ترکی همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبانی مرهمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. او زبانی دیگران را می‌آموخت، اما را تلقین می‌کرد زبان‌های دیگر را آموزند. اگر توت سن، اگر روم سن، اگر آتور، زبانی بی زبانان را بیاموز. حالا مردم با 6000 زبان‌های گوناگونی همریشه حرف می‌زنند. برای پیشرفت منبع بشریت آموختن زبان‌ها چون آب و هوا ضرور است تا گفتگوی فرهنگ‌ها به هم آیند. قابل قید است که در دوران استقلالیت برای آموختن زبان‌ها زمینه معینی به وجود آمده است. رابطه دوستی ما با اکثریت دولت‌ها برقرار است. برنامه‌های دولتی آید به آموزش زبان‌ها برای نسل نورست آماده شده است. باید برای گشودن رازنه‌ها با دل همدیگر و پیوند فرهنگ‌ها سعی و کوشش کنیم. با آرزوی مولانا جامعه عمل پوشانیم. با قناعتمندی است که سال‌های آخر جوانان زبان‌های دنیا را می‌آموزند و حرف می‌زنند. اینها زبان‌های انگلیسی، آلمانی، خیتایی، کوره‌ای، عربی، روسی در خود را باز کرده است. قطب دیگری تصور همزمان مولوی فخرالدین ابراهیم ابن بزرگمهر ابن عبدالغفار همدانی مشهور بر شرقی با مولانا جلال‌الدین در کنیا واخورده در رقص سماع شرکت می‌کند و با ایجادیات او در مثنوی و شاهنامه و لامعات عراقی مثال‌ها آورده است. نظیره نوشته است مولوی گفته است بین مایلو بابا خوبلستان ما آردوست، بین مایله که قندی فراوان ما آردوست. عراقی چنین میگوید یک لحظه دیدن رخ جانم آرزوست، یک دم وصال آن ماه خوبانم آرزوست. مولوی چنین میگوید آمدم من بی دل و جان ای پسر، رنگ من بین راز برخایی ای پسر. عراقی چنین میگوید سر به سر از لطف جانی ای پسر، خوشتر از جان چیست آنی ای پسر. مولوی چنین میگوید بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا که به جان آمدم ز تنهایی. عراقی چنین میگوید بیا که به تو به جان آمدم ز تنهایی، نمان صبر مرا بیش از این اشتباهی. مولوی جهان دیده بود و نشان دوخته، گرم و سردی زندگی را آموخته، لطفه عطار سنایی 7 شهر عشق را گردیده و نیک و بدی عالم را سنجیده. بداهتان خودی همان سال ایجاد مثنوی مولوی را سر کرده. در برابر نوشتن دیگر عطار ترانه‌های دلاشوب تا دم مرگش در میان سال‌های 1252 1273 یعنی در سین کمالاتش 52 سالگی تا دم رحلتش 66 سالگی در دوام 14 سالی بردوام با کمال توافق و تنفس ایجاری در دوام این ایجاد و عمل و سرگرمی‌های دیدنی را دوام می‌دهد.
که دفتری ششم ناتوان مانده است. مثنوی از 6 دفتر عبارت بوده، از 25,600 بیت عبارت است. مثنوی مولوی رسانه مجموعی فلسفی بوده و مثنوی اخلاقی بوده. در پیروی دستگیری آثارهاش پیشوایان افشار بزرگ صوفیه از جمله حقیقت و ندیوت حکیم سنایی، منطق و تیاگی‌های شیخ عطابی نیشابوری گفته نوشته شده است. مثنوی مولوی معنوی مرده 100 ساله را بخشد نبی. طوری که عبدالرحمن جامی گفته اند: من چی گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر بر دارد کتاب. مثنوی مولوی معنوی هست قرآن در زبان پهلوی. علاقه مولانا با صلاح‌الدین روز به روز بیشتر شد. صلاح‌الدین نرزنان از دکان خویش به بیرون آمد و به صدای چکش شاگردان به سماع مشغول شد. مولانا پس از شمس دلبستگی صلاح‌الدین می‌کرد. 81 غزل با نام بیسرود و به فرزندان فرمود که به دختر شیخ صلاح‌الدین یعنی فاطمه خاتون ازدواج کند. سال 647 مدت 10 سال با هم بود و بالاخره سال 665 درگذشت و پیش از من وصیت کرد که در جنازه من آبینی معلوم ندارد و در جنازه من دبل آورید برده هستند. سوی گورم برای رقص کنان، شاد و مست و دست افشان، خوابی دانند که اولیای خدا شاد و مستان رود سوی لقا. شمس و مولانا. شمس تبریزی بامداد روز شنبه 26 جمادالآخر سال 642 هجری قمری ناگهان در قونیه پیدا شد و نخستین ملاقات وی با مولانا اتفاق افتاد. محل برخورد این دو عارف بزرگ با نام مرج البحرین یعنی به هم آمدن دو بحر مشهور است. این ملاقات انقلابی روحانی بود در وجود مولانا که بعضی محققان تولد دیگر او قلمداد کرده‌اند. مولانا که خود استاد بود، کرسی تعلیم و مسند فتح را رها کرد. از خویشان و ارادتمندان خود به تمام برید و غزلها در عشق استاد بزرگوارش انشا کرد. هر موی من از عشقت بی تو غزلی گشته، هر عضو من از ذوقت خام عسلی گشته. خورشید عمل رویت دریای عسل خویت، هر ذره ز خورشیدت صاحب عملی گشته. این دل ز هوای تو دل را به هوا داده، وین جان ز لقای تو برج حملی گشته. مولانا همیشه بالا و شیدای استاد شمس‌الدین بود. غیر او کسی را دیدن و از کسی دیگر چیزی را شنیدن نمیخواست. مردم قونیه قصد جان شمس کردند. شمس‌الدین به غایت آزرده خاطر شد و نخواست که باعث او با مولانا آسیبی رسد و نیمه شبی قونیه را ترک نمود. مولانا بامداد او را طلب نمود ولی از او درکی نیافت. در فراق استادش پیوسته به گریه و زاری مشغول شد. از زندگی به استادش شکایت کرد: ای بی تو حرام زندگانی، ای بی تو کدام زندگانی، بی روی خوش تو زنده بودن مرگ است به نام زندگانی. طبع لطیف و موزون شمس‌الدین همنوای قلب عاشقانه عشق مولانا شد. پیر من و مرید من، درد من و دوای من، از تو به حق رسیده ام ای حق حق گزار من. مولانا نمایندگان تمام طبقات جامعه اند و نژاد و آیین را به آشتی می آورند. همه این نمایندگان عقیده های مختلف، رنگ، ظاهر، گبر و ترس را
در مراسا و مدار می آورند. انبوهی مردم را گردی هم آورده به مجلس خود می کشند تا نظام توحید و وحدت و یگانگی را به وجود آورند. آدمان را استثناء از مذهبشان دوست می داشت. مذهب ایجاد کرده این مولانا در روی نیازمنده های نمایندگان تمام دین و مذهب، ارق و نجات، فرهنگ و تمدن، سن و سال، دارایی و ناداری و عموماً به کل انسانیت بود. او در روم فرهنگ های مختلف را به هم جمع آورده، کین و عداوت را از بین دین‌های دیگر دور انداخت. محبت و صمیمیتی به اللهش را برای همگان باز گردانید. باز آ هر آنچه هستی باز آ، گرم کافر و گبر و بت پرستی باز آ. این درگاهی ما درگاهی نغمه‌گی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز آ. سخن عطای خداست و نازل شده از خداست. سخن را مولوی چون دردانه ها در تابهای شریعت کشیده در هر روایی توانسته است معنی عمیق زیادی فلسفی را جا کند. گنج بی‌بهاست روایت مولانا و سرپا برای جوانان راه درست زندگی را کسب نمودند، عشق را از شبه فرق کردند و صدق و وفا ورزیدن و توطئه نموده است. انصاف بده که عشق نکوکار است، زان از حال که طبع کردار است. تو شبهت خویش را لقب عشق نهی، از شبهت تا عشق راه بسیار است. مولانا از آن یاد می آورد که باید هر یک انسان آبا و اجداد خود را داند و هیچ وقت خطاکار نباشد. من بنده آن قومی که خود را داند، هر دم دل خود را ز غلط برخواند. از ذات و صفات خویش سازند کتاب، فرض است کتاب را عمل حق داند. شعرتر او سبب دراز عمری این شاعر بزرگ داشته که طول عصرهای طولانی از آن یاد می‌آورند. خواهی که همیشه شاد و خرم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی. پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز، تا تاج نبیرگان آدم باشی. مولانا جلال‌الدین بر اثر آشفتگی و خونریزی زمان وطن خود را ترک نمود و عاقبت بعد سرگردانی‌های زیاد شهر کنیه روم را جای سکونت خویش قرار داد. در آن سرزمین دوردست علم و ادب پرور از پادشاه تا رعیت قطاری حرمت و احترام مولانا را به جا می‌آوردند. عبدالرحمن جامی در کتاب نفحات الانس درباره پایان عمر مولانا جلال‌الدین بلخی چنین می‌نویسد: شیخ سیرالدین قصص روح و به ادبیات وی مولانا رو می‌آمد و فرمود که شفاکالله شفاعاً عاجلاً، رفع درجات باشد امید است، که صحت باشد خدمت مولانا جان عالمیان است. فرمود که بعد این شفاکالله شما را باد همانا که در میان عاشق و معشوق پیراهن اثر بیش نماند. راست نمی‌خواهد که نور به نور بپیوندد. طی چند سال اخیر آثار پرارزش این نماینده ادبیات فارسی تاجی به ممالک غرب و خصوص ایالات متحده آمریکا راه یافته در دل هزاران نفر مردم گوناگون نژاد و مختلف زبان و معنویات‌جوی این سرزمین مقام می‌گذارد. خبرگزاران سایت دانشجویان ایرانی پایگاه اموری خارجه ایالات متحده آمریکا اطلاع می‌دهند که الها مولانا بلخی در کشور آمریکا محبوب‌ترین شاعر به شمار می‌رود. اشعار مولانا
و روحی مردم امریکاست. کرمان بارس مترجم اشعار مولانا میگوید مولانا یکی از محبوبترین شاعران در امریکاست و گرچه تا 10 سال پیش کمتر کسی با او آشنایی داشت، اما اکنون در سراسر دانشگاه‌های آمریکا کلاس‌های برای شناخت آثارش تشکیل شده است و در قسمت فرهنگی روزنامه‌های اکثر شهرهای عظیمی آمریکا از جلسات شعرخوانی و سخنرانی در مورد او یک خبر یا آگاهی به چشم می‌خورد. تنظیم آهنگ از اشعار مولانا از طرف ستارگان سینما در امریکاست. ترجمه کتابی جوهر شعری مولانا و تنهایی 500,000 نسخه به فروش رفته است. سال 1995 نشر شده است. در اینترنت با نوشتن نام او بیش از 700,000 نتیجه به دست می آید. تقدیم مولانا فنجان و پیراهن‌های با نام او در دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های نکات گوناگونی آمریکا به چشم می‌خورد. این روزها مولانا کل امریکایی‌ها و مسلمانی‌هاست. جیمز فریدمن یکی از استادان آمریکایی بر این نظر است که کرمان بارس مولانا را به مردم آمریکایی شناسانیده و باعث محبوبیت او شده است. مولانا جلال‌الدین بلخی در ایام پیری خود فرزندش را به نزدش دعوت نموده چنین تاکید کرده است: دستی من گیر ای پسر، خوش نیستم. ای قدی تو چون شجر، خوش نیستم. نگهی دستم که رنجور از دل است، درد دل را گل شکر خوش نیستم. تا تو رفتی قوت صبرم برفت، تا تو رفتی من دیگر خوش نیستم. دست ها را چون کمر کن گرد من، چون که من به این کمر خوش نیستم. ناتوانم رفتم از دست ای حکیم، دست به من نه مگر خوش نیستم. سر همه پیچم به هر سو همچنین، چیست یعنی من زی سر خوش نیستم. چشم میبندم به هر در تا به دیر، زان که بی تو با نظر خوش نیستم.